سلام. امشب میخوایم بریم به یه جشن خیلی قدیمی آلمان سر بزنیم. باورتون میشه اینا مراسم مذهبیشون رو اینجوری جشن میگیرن؟ داستان از این قراره که توی قرون وسطا یه قدیسی بوده به اسم لیبوریوس، اهل لومان فرانسه. توی این تاریخ که الان جشن میگیرن بقایای استخونش میرسه به شهر پادربورن. باعث میشه که بین پادربورن و لومان یه اتحاد و دوستی شکل بگیره که این تاریخ رو جشن میگیرن. توی افسانه ها میگن که یه طاووس این کاروان رو راهنمایی میکرده. ببینیم اون ورا دیگه چه خبره. یه خیابون کامل رو کردن شهر بازی و بوفه‌های مختلف خوراکی و چیزای جذاب که میتونی اینجا عشق کنی و بازی کنی و خوراکی‌های مختلف بخوری و یه شب خوب برای خودت رقم بزنی. اینجا هم چند تا دوستام رو دیدیم و بهشون جوین دادیم. خیلی شب خوبی شد، بهمون خوش گذشت. شاید واسهتون جالب باشه بدونین کل این اسباب بازیایی که توی فیلم میبینید رو در عرض یه هفته درستش کردم و بازی‌ها خیلی وحشتناک و سنگین بود که ما هیچ کدوم جرئت نکردیم سوار شیم. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ می‌خوایم بازی کنیم یا نه؟ این قسمت هم گوشت کبابی میفروختن، هم مرغ داشت هم خوک هم گاو. تصمیم گرفتیم امتحانش کنیم. تجربه خوبی بود، خوشمزه بود. خب این از شب اول. اینجا خود رقصیدیم و شب اول به پایان رسونیم. ببینیم روز بعدی چی کار کردیم. روز بعدی بچه‌ها قبل از اینکه بریم بیرون اومدن خونمون. ایشون مهداد پیتزا خریده بود اومده بود و یه خورده نشستیم نوشیدنی خوردیم، خوراکی خوردیم و بعد رفتیم بیرون. بازی هم کردیم جاسوس. کلمه اولمون کردم بس سوراخ بود جورا هم این کلمه اینجوری خود بزنیم خیلی سخت میخواد ندیده یا رای کنه مرجان رای گیری آقا من اینو ندیدم.
حتی خصوصی داری فیلم میگیری؟ آره دیگه. تیغ فقه میتونی استفاده کنی. نه تو کلا عمومی. بیا اینجا سوپرمارکتمون رو بگیر. به سوپرمارکتی در آلمان. چی داری؟ های دستسازهای بزرگ و کوچک. بچه‌ها شماره تلفن آکاوادو کیلویی 65 آکاوادو میخوری آقای موسوی؟ آکاوادو میخوری؟ سلام بچه‌ها، من مهداد هستم. امروز یوتیوب در خدمت من هستید. امروز جشن دیواری از دیواری یه جشن مسیحی است. یه جشن مسیحی است که منم از قدیما قاله که قالو ممنون. از قدیما میگن که از این شرکت کننده‌های دیگه هم بگیرید. اینجا میتونید غذاهای مختلف داریم. کلوس پیکش یعنی اینکه غذایی که پیکیش باشه با کلوس. این از ترجمه. ممنون از راهنمایی. Aber wir können zusammen. Aber tatsächlich سلام برای فارسی زبانهای پیج مرجان گالری آرت. این چند؟ کامان 2000 یورو کفش آدیداس همه. کامان هلو. خلاصه بچه ها از جون و دل مایه گذاشتن، کلی چرت و پرت گفتن و ویدیو رو فان کردن. از حسای خودتون بگید. عالی. اگه بخوام Monaten in Deutschland und keine Deutsch مسلط اون بازاری میشه لطفاً مسلط رو ببینید. سلام پیج مرجان گالری هستم. دوباره امروز جشن دیواری هست و این آقای آهنگاش خیلی خوبه. درخت برامون و این خانم خیلی بامزه بود. تا دید دارم فیلم میگیرم سریع اومد جلو، بازم یه اجرای خصوصی کرد و رفت. دوست داری برنامه رو؟ اینجا مهداد هی داشت سعی میکرد ادای این دخترها رو در بیاره بره باهاشون برقصه. بعد آخر سر گفت نمیشه بهشون جوین بشیم، رفتیم یه جای دیگه که بتونه برقصه.
شب دومم اینجوری تموم شد. بریم سراغ روز بعدی. بریم روز بعدی. چیه؟ بابا هر چی که میبینی نباید بخوری که ول کن. برو ایشون آقای لیبوری هست، همون که اول ویدیو واسهتون توضیح دادم که چجوریه داستانه. مجسمش دقیقا توی این نشست مرکز شهره. جشن ایشونه، یه قدیسه. دبیرستانه اینجا. آره دبیرستانه. ببین چقدر خوشگله. بس کلی هم قدیمیه فکر کنم. خب اینم جایزه گذاشتم بدم به میلاد. گفتن اگه خوب از جشن لذت ببر. الان گفتی دوست ندارم که چی شد؟ من نگفتی دوست ندارم. این مدلشو نه. آها باشه. خب اینجا هم کافه بارسلونا، کافه معروف شهر. اینجا هم قراره که موزیک شبانه باشه. هنوز شروع نشده، هوا تاریک بشه شروع میشه. این صفحه فکر کنم صفحه آبجو مجانیه، نمیدونم چیه. تو میگی آبجو مجانیه؟ عمرن طرف کلیسای شهر. نمیدونم، شاید. خب پس درسته. وای این آقا پیرمرد خیلی بامزه بود. تا دید من دارم فیلم میگیرم نگاه کنین چی کار کرد. دستمال شد. خدایی این بدجنس رو نگاه کنی. توپای بزرگ از قصد این کارو کرده هیچکی برنه. ولی تا علکی این توپ رو انداخته اون تو بگید نمیشه دیگه. برنده میشین. من میخوام اون عروسگه رو میخوام. چیزا اون پنده قرمزا. Dame un grrr. ¿Un qué? Un grrr. ¿Un qué? قطار وحشتشه. وای من از بچگی عاشق این ماشینا بودم. همیشه میرفتم شهر بازی بعد از اینا سوار میشدم. Von 7 vorne, 2 dahinter. Wer läuft zuerst ins Ziel? Der macht die Runde. Es geht wieder um die Auswahl jetzt. 2, 5 oder 7 und die 2 gewinnt. Da war die 2 am schnellsten. Einmal den großen Gewinn. بچه فقط این بازی رو این چند چندشه. قورباغه‌های اینجوری لرزه جو. این
توی اون کوتاه سبزا بعد قورباغه میدن. نمیخوام قورباغه. اینجا هم رفتیم داخل این کلبا که دیجی داره، اون تو مردم آبجو میخوردن و میرقصیدن. پشت سر من گفت پومس دید زمینی میخواد. راحت شدی؟ چی خریدی؟ چرا بابا؟ فکر کن نخورم.
اینجا من داشتم یواشکی بستنی میخوردم. میلاد منو شکار کرد. این بود از ولاگ لیبوری 2025. امیدوارم دوست داشته باشین. شب آخرم اینجوری با آتیش بازی تموم شد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ بعدی، بای بای.